درود بر عکس یوتیوب، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه. بچه تو این ویدیو اومدم یه خبر خیلی مهم براتون آوردم. 100% به احتمال به نظرم 100% باشه. بچه 100% اسکین ویچ واردن میخواد به بازی برگرده و امروز که بچه وقتی که الان نمیخوایم بگیریمش، یعنی توی ویدیو اصلا قرار نیست که بگیریمش، فقط میخوام توضیح بدم که وقتی اومد باید چی کار کنید چی کار نکنید و بتونید اسکینه رو بگیرید. و موقعی هم که بیاد یک ویدیو میذارم در مورد همین اسکینه که چطوری بگیریدش و کارشو انجام بدید. بچه کلا براتون بگم اسکین ویچ واردن اگه به صورت کریت بیاد که نمیاد، که یوتیوبرها بعضیاشون گفتن ایرانی خارجی گفتن مثل پک مارا گربه یا همون پک زامبی که خودمون اولیش بود، پک مارا گربه ای که اومده بود، مثل همون که 10,000 تومن میدادی 15,000 تومن میدادی میگرفتی، مثل همونا میاد و من احتمالشون نمیدم که اینجوری بیاد و اگرم بیاد واقعا خیلی خز میشه. یه اسکین خفن و اسکین بروکن هم هست که اگه خز بشه به نظرم دیگه بروکن اصلا نذاره اینو. و کلا براتون بگم که اسکین میخواد به بازی برگرده. بچه نگاه کنید وقتی برگشته یا به صورت کلید میاد که من یک باگ اساسی، یعنی خیلی باگ خفنه حاجی. من خودم دو تا اکانت امتحان کردم که میتونید اسکین رو با استفاده از این باگی که من میگم 100% که نه، ولی به احتمال 98% بهتون میده. و این باگرم موقعی که ویچ واردن اومد براتون میذارم که ویچ واردن هم بتونید بگیرید. و اگه با کرید یا اگه با بدون کرید مثلا مثل پک مارا گربه یا از این چیزا، خب نه مثلا اون باگی دیگه نداره، ولی میتونم براتون یه کد تخفیف بذارم یا براتون میتونم ارزون ترش کنم، مثلا 10,000 تومن رو بکنم مثلا 3,000 تومن 4,000 تومن 2 تومن، معلوم نیست. حالا این باید بیاد، حالا بذارم ببینم چطوری میشه. و بچه ها این آموزش کریدی هم که میگم واقعا خیلی خفنه. حالا نگاه کنید گوش بدید به من بچه ها. این آموزش کرید که قبل از اینکه بگمش شما بیاین از همین الان این چیزهایی که بهتون میگم انجام بدید. نگاه کنید شما برید کارت های زردی هست که میتونی هم با چیز بگیری، هم تو تورنمنت میتونی بری بگیری و کلا چی بهش میگن، میتونی آجی یه لحظه وایس قطع شد الان براتون میگه. نگاه کنید با استفاده از اون یه چیزایی هست که میتونی بری داخلش بگیری، ماموریت هایی هست، مولتی باد بری، بتل هم که بری از اون پوینت ها بهتون میده که وقتی بری تو بخش ایونت و اونجا بزنی، الان عکسش میاد براتون میگم، اونجا که بزنین قشنگ براتون میاره. با استفاده از اون میتونید 10 تاشو بگیرید. بچه شما جمع کنید تا هر چقدر میتونید، ولی باید بیشتر از 10 تا مثلا 10 تا هم بود اشکالی نداره، ولی بیشتر از 10 تا هم باشی یعنی مثلا اگه 10 تا دادی نگرفتی اسکینو، حداقل 5 تا دیگه داشته باشی دیگه اون 100% شاید اسکینو بده حداقل گانه پیک. و آره دیگه از همین الان شما شروع کنید کارتای زرد و تو تورنمنت چیز آلکاتراز هم شرکت کنید. وقتی به تایرتون کنید، تایر تورنمنتو کنید، 100 بهتون میده هم دنسو دیگه. خودتون بلدن کالافل ایران دیگه، من نیازی نیست توضیح بدم و میتونید با استفاده از اون بگیرید. و بچه ها موقعی که ویچ واردن اومد تو بازی من 100% میام همین، یعنی دیدمش اومده میام براتون ویدیو رو میذارم، آموزش گرفتنشو همه چیزاشون براتون میذارم. فقط شما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بذارید رو آل، یه کامنت انگلیسی هم بذارید. یعنی خیلی کار سختی نیست، ولی نمیدونم بعضیا نمیدونم چرا این کارو نمیکنن و کلا خیلی کار سخت نیست. یه لایک بزنی، کامنت انگلیسی بذارید، ثابت نریزه و هیچی دیگه. بچه شما زنگوله رو بزنید رو آل دیگه تمام. یه ویدیو رو که گذاشتم میتونید بیاین بگیرید و صفا سیتی عشق. خب اگه با یعنی نگاه کنید هر طوری بیاد، یا با پک بیاد بهتون تو تخفیف میدم، با کریت بیاد یا پک هیچ فرقی نداره.
من براتون آموزش رو میذارم، اثباتش هم میکنم. خب بچه ها خوشحال شدم که تا آخر این ویدیو رو دیدید. گود بای.